من بهترین مرحله رشد ملت و کشور را در این 23 سال استقلالیت مرحله از سال 2000 تا 2010 می نامم. ولی یک تغییرات در کشور بعد از انتخابات سال 2010 رخ داد. ما تا به حال دلیلش رو پیدا نکردیم که چی شد. چرا بعد از سال 2010 یک بار در مناسبت ها تغییرات به وجود آمد؟ اون فضای صلح و وحدت و برادری از رسانه ها بیرون رفت، از صحبت های رسمی و محفل ها بیرون رفت. برعکس فضا را دیگر دعوت ها و تحلیل ها و خبر پهن‌کنی ها پر کردند. چی سبب شد؟ بسیارا بر این تحلیلند که در انتخابات سال 2010 نهضت اسلامی تاجیکستان با برگزاری یک انتخابات قوی بسیاری از نیروهای سیاسی کشور را در حالت ناگوار قرار داد. این انتظاری را نداشتند که مردم به نهضت اسلامی تاجیکستان رأی بیشتر خواهند داد و حتی تغییرات در مناسبت ها در خود رفت انتخابات 2010 را ما مشاهده کردیم. تا 10 روز ماندن به انتخابات فضا کاملا دیگر بود، صلح آمیز بود، برادری و برابری بود. ولی یک بار در هفته آخری معرکه انتخاباتی 2010 وضعیت تغییر کرد و بعد از انتخابات 2010 تا امروز شما شاهد آن هستید که چقدر فشارها، چقدر اذیت‌ها بالای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و طرفدارانش وارد شد. ولی وکیلان محترم، ما اینجا برای آن جمع نشده ایم که شکایت کنیم، گله کنیم. ما اینجا جمع شده ایم که تحلیل کنیم، تصمیم بگیریم و با نظر داشت واقعیت ها برنامه های آینده خود را طرحریزی کنیم و با آن نائل شویم. نهضت اسلامی تاجیکستان حزبی نیست که با این فشارها، با این تعقیبها و فضاسازی ها تأثیر بالایش رسانده شود. البته ما هم انسان هستیم، ما هم بشر هستیم، همه گونه عامل ها بالای ما هم تأثیر می رساند. ولی یک فرقیتی که نهضت اسلامی تاجیکستان دارد، این ویژگی که ما و شما داریم، این هست که مشکلات راه را جزئی طبیعت راه می دانیم. هر کسی که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شد آماده هست که این گونه مشکلات بالایش خواهد آمد و هر کسی که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شد عمیق میداند، اعتقاد دارد که پس از این مشکلات و دشواری ها چی است؟ پیروزی هست. این مع العسر یسرا. با همه گونه مشکلی حتما در پهلویش چی هست؟ پیروزی هست. آنه که نهضت اسلامی تاجیکستان با وجود این همه فشارها، محدودیت‌ها، تهمت‌ها ضعیف نگشت، نشکست، پراکنده نشد، این بزرگترین پیروزی ما و شما است. و من یکایک شما را و همه طرفداران نهضت اسلامی تاجیکستان را به این پیروزی اولین تبریک میگویم و پس از این پیروزی انشاءالله پیروزی های دیگر در راه است. فقط از ما چی طلب می شود؟ صبر، استواری و جسارت. صبر، استواری و جسارت، این سه عامل مهم است که باید در پهلوی یکدیگر قرار بگیرند و ما را برای رسیدن به اون پیروزی کمک کنند.